منتظر اینه که آیسان اسلامی بشه نهاری کنه که چی شد، که آیا به اون دختر 3 تا ورزشکار غیور ایرانی تجاوز کردن، اون اتفاق دل دهی تو دیگه خبر دانی سری فتوا رو کنی که نخه تجاوز هم حق مرد ایرانی برای چیزه، چون بالاخره شاید برارنه شاید پیرنه بشونه فلان چی گد بایی، پس هر غلطی کنه بکنن تونه بکنن. یعنی که مغز دله اصلا باورم نمونه به جای این مغز کله دل گیگ کردن گوی کردن. خواهر جان دارم به شمالی بهش میگم مازندرانیه، چی دنبال داری تو؟ بهش میگم خواهر دنبال چی تو؟ تا 5 روز فالو میکنین و برادریم و خواهریم و عکس مامانتو میفرستی و منم گریه میکنم و منم دلم برای مامان من تنگ شد و از این ور برادریم و خواهریم و شمالی صحبت میکنیم و از این ور بعد میان ویدیو میذارین. آخه با چه قیمتی؟ تا کی دو دستگی؟ تا کی تیم و یار کشی؟ آقا پس باشه دیگه، انقدر شما با غیرتین، پس بگیرن اون 3 تا ایرانی رو بگیرن کره، بگیرن تو کره بکشن، خیال همه راحت بشه. آقا من اشتباه کردم. هر چیزی که آدم نباید ازش استفاده بکنه. آره خودتو بکشی اسمتو نمیگم معروف بشی، گزگزی کله گزی. خب آره فکر میکردم خواهر منی، همه چیزاتم اسکرین ریکورد گرفتم دارم، چون به من گفته بودن دوستای نزدیکت که این خطرناکه فالوش نکن. همین آدمایی که فالوشون داری میکنی همونا به من دایرکت دادن، اونا رو مسکین که این خانم خطرناکه آیسان، این با 200 جناح. خجالت نمیکشین؟ بچسب به زندگیت، بچه دار شو، بچسب به شوهرت. نمیخواد تو آزاده باشی، تو دو دستگی بین مردم ایران درست نکن، از این گروه به اون گروه نکن، تو نمیخواد آزاده باشی، تو خنا بدون.